بعد سالها داریم میریم شمال. یه زمانی ما خیلی شمال میرفتیم، خیلی زیاد. نمیدونم چی شد که یهو واقعا نمیدونم چی شد که یهو به هم ریخت، ولی فکر کنم 5 سالی میشه که نرفتیم و بعد 5 سال باز داریم میریم.
دارم میرم یه جایی که نباید برم، دارم میرم تو خونه مردم که فیلم بگیرم، ولی خود نیومدن دیگه، حالا ما استفاده کنیم مشکل نداره. یه خونه هست که ویدیوشو گذاشتم، 3 طبقه است و این سری صاحباش نیومدن. بعد دیروز فکر کنم ما اینجا رو پیدا کردیم و من واقعا میخواستم بیام که اینجا کار کنم، چون واقعا خیلی جای خفنی، ولی نشد فعلا. البته هنوز ادامه روزو داریم، ولی قرار شد که بیام اینجا مقداری صحبت کنم از این جهت که ولاگام ولاگ‌تر شه و خواستم یه خورده تعریف کنم براتون از این که فکر کنم شاید بعد 5 سال بگم، بعد 5 سال ما اومدیم شمال و خیلی ما میومدیم، یعنی قشنگ شمال انگار نمیدونم دم دست بود، میگم مثلا دماوند بود 1 ساعت با ما فاصله داشت، همیشه میومدیم، یعنی آخر هفته هر آخر هفته واقعا میتونستیم میومدیم. بعد واقعا نمیدونم چی شد که دیگه نیومدیم، یعنی اصلا یه گپی افتادیم وسط و ما خیلی ساله که نیومدیم و تو فکرم این بود که یه چند تا عکس بذارم از اون قدیما و رفتم هاردم رو نگاه کردم و دیدم همه عکس‌ها پریده، یعنی همه عکس‌های قدیمی پریده، همه عکس‌ها، یعنی از اون زمانی که من حتی بدون نیومده بودم من عکس جمع کرده بودم تا همین لحظه و امیدوارم که تا موقعی که میخوام این ویدیو رو ادیت کنم عکس‌ها رو بتونم اینجوری برگردونم که یه چند تاشو بذارم، چون واقعا خیلی خاطره داریم اینجا، واقعا خاطره داریم و اینکه بعد مدت‌ها اومدیم واقعا خیلی حس خوبی میده. بعد اینجا رو که پیدا کردم اصلا دیگه واویلا، یعنی اصلا نور علا نور شد. اصلا بعد ببینی یه تاب این وره، خونه اون وره، دریا این وره، بعد یارو اومده کلی میز آلاچیق زده، واقعا یعنی خیلی جای خفنیه، یعنی واقعا خوشباله یارو، واقعا ویو خوبی داره. لحظه فکر کردم اومدن ولی ظاهرا که خونه پنجره نداره ترس دارم باشه. خلاصه که میگم اگه واقعا در ادامه روز بتونم واقعا میام اینجا و اینکه خیلی دارم کن پیش میرم، یعنی اینجوری هم که واقعا دارم ویدیومو دیر به دیر ادیت میکنم. مثلا امروز یه ویدیو ادیت کردم که مربوط به 5 هفته پیش میشد، روزی که رفتم برای سفارت و آره دیگه میتونم قشنگ بگم که 5 هفته از روزی که رفتم سفارت گذشته و هیچ ایده‌ای ندارم که ویزام واقعا قراره کی بیاد، هیچ ایده‌ای ندارم، یعنی عرفش تا 6 هفته است، یعنی اگه واقعا هفته دیگه نیاد یه خبراییه، ولی 5 هفته است که گذشته و واقعا میخوام بیشتر ادیت کنم چون واقعا این کارو دوست دارم. یعنی از اون روزای اول اینجوری بودم که تولید محتوا رو دوست دارم ویدیو بگیرم، ادیت کنم، بذارم فلان، ولی نشد، نمیدونم چرا. به اون پارت تولید محتواش رسیدم، الان کاری که الان دارم میکنم کار تولید محتواه، ولی اینکه از زندگی خودت واقعا تولید محتوا کنی، ویدیو بگیری، واقعا یه چیز دیگه است. بعد ادیتش کنی، من واقعا ادیتش رو دوست دارم و واقعا میخوام بیشتر این کار انجام بدم چون واقعا حس خوبی بهم میده، یعنی اون حس ادیت کردنش که دارم چیدنشون، آهنگ گذاشتن، روشو تنظیم کردن و اینا، واقعا خیلی حس خوبی بهم میده. واقعا آرامشه. بعد یه نکته دیگه که هست اینه که خیلی ناراحت کننده است، ولی آب خیلی رفته عقب، یعنی
شواهد داریم، عکسایی داریم که دریا خیلی جلوتر بود، یعنی قشنگ اونجا بود، شاید خیلی جلو بود و خیلی رفته عقب، یعنی اصلا واقعا یعنی بهت میگم الان مثلا چقدر نزدیک مثلا 2 دقیقه رقم نکنیم 2-3 دقیقه کمتر شاید حتی داریم تا از ورودی برسیم به لب آب و خیلی کم بود، خیلی کم بود. یه چیزایی اینجا هست اونا وسط آب بود، یعنی اونا رو گذاشته بودن اونجا که بیش از اون نریم جلو و الان قشنگ میتونی بهشون برسی، یعنی قشنگ بغلن.